خب سلام علیکم. امیدوارم که حال همگی خوب باشه. من میخواستم یه موضوع خیلی کوچیکی رو توضیح بدم. ببخشید که من یکم سر و روم یکم گرفته است. من ویروس جدیده رو گرفتم. الان تقریبا 3 روزم شیفتم، کمتر از 6-7 ساعت خوابیدم، یکم خودم بد حالم. میخواستم در مورد یه چیزی باهاتون حرف بزنم. ببینید توی خروسک ما توی اطفال بخور اپینفرین میدیم و خب مهمه که اون بخور داده بشه و تو سرمی نیست، تو رگ نمیزنن، مثلا برای بچه کوچیک. هر وقت که بهتون گفتن که بچه‌تون سرم داره، آمپول دگزامتازون که یکی از درمان‌های اصلیشه داره، تو سرم میگیره. حالا اگه طبیعی چیزی داره داروهای دیگه و اپینفرینش جداست، تا اپینفرین رو جدا بگیریم، توی نایلون جدا بگیریم، به داروخونه هم بگیریم.